سلام میکنم همه رفقای عزیز. توی این ویدیو اومدیم با تاریخچه برند استارباکس، یه برندی که دیگه همه میشناسید، برند قهوه و همتون یک بار استوریش کردین دیگه اینجوری بگیم و حداقل یه بار شنیدین دیگه، حالا هر چی. بعد میخوام یه از بیسش شروع کنیم، بررسی کنیم این استارباکس رو که اصلا استارباکس از کجا اومده و به کجا داره میره و حتی خیلی بیشتر از اینا میخواد بره اونجوری که معلومه. کلی چیزای باحال آماده کردیم، داستانای باحال اینجا داریم و تقریبا دیگه از اسکرچش میریم دیگه، از اون صفر شروع میکنیم اصلا چی شد که به اینجا رسید. و به نظرم این ویدیو برای کسایی که میخوان یه بیزنسی رو شروع کنن، کسایی که علاقه دارن به این چیزا، طرفدار استارباکس، کسایی که تو بیزنس قهوه‌ن و قهوه علاقه دارن، یه داستان جالبیه واسهشون. و ما تیم کسلاب تصمیم گرفتیم تو این ویدیو راجع به این برند حرف بزنیم و حالا برندهای دیگه هم میایم بررسی میکنیم. تصمیم این بود که اینو بریم دیگه، اولین بار باحال. فکر کنم همتون تو زندگی روزمره با قهوه یک بار دیدین دیگه قطعا. با قهوه درگیریم دیگه هممون، یعنی اینایی که مثلا شب بیداری و اینا داستانه زیاد دیگه، همه کافه اینا رو میرن دیگه. خیلی الان وایرال هم شدی کلا. آره دیگه، استارباکس یه جوری همیشه هست. پس آقا بریم که بحث رو شروع کنیم. برو بریم و با ما همراه باشید تو ادامه ویدیو که بتره کنیم دیگه با هم. آقا استارباکس از کجا شروع شد؟ داستان جالبی داره. اون شروعش آقای گوردن باکر بوده که ایشون تشریف میبره روم ایتالیا. تشریف میبره ایشون میرن روم ایتالیا. آقا بزود برو. میره روم ایتالیا، چند بار گفتم اینو. و اونجا میره یه کاپوچینو سفارش بده توی نمیدونم کافی شاپی چیزی، میره یه کاپوچینو سفارش میده و همش اینو کلا محصول میکنه که خیلی حال میکنه و خیلی باحال بوده واسهشون کاپوچینوه. و این فکر میکنه به این نتیجه میرسه که آقا تو آمریکا همچین چیزی نیست. و البته واقعا هم اون زمان نبوده این قهوه فوریا و نسکافه و اینا، و قهوه ارزون بوده تو آمریکا. بعد اینو میخوره کلا پشماش میریزه دیگه، به قول خودمون یارو پشماش میریزه و کاپوچینو. برمیگرده آمریکا، تصمیم میگیره که این قهوه با کیفیت رو یه جوری تهیه کنه و بیاره توی آمریکا. نبوده اون موقع. چه دهه‌ای بوده؟ فکر کنم تقریبا دهه 60 70 بوده که تو اون دوره آمریکایی‌ها قهوه خور بودن، ولی قهوه کم کیفیت و اینا می‌خوردن دیگه. بعد ایشون از روم میاد و اینا، تصمیم میگیره که دیگه گفتم اون قهوه با کیفیت رو بیاره و اولین در واقع فروشگاه استارباکس رو توی سیاتل باز میکنه. ولی خب سوال اینطوری نبوده که بیانو نمیدونم نوشیدنی سرو کنن، قهوه میفروختن، دونه قهوه میفروختن فقط. اونا وسایل دماوری هم میفروختن من یادم. آره وسایل دماوری و ابزار آلات رو دقیقاً اینا رو میفروختن و اینطوری نبود که یعنی استارباکس از همون اول نوشیدنی رو به شما نمیداد. اول فقط دونه قهوه میداده و وسایلش وسایل قهوه اینا. آره. و با این چیزی که الان میبینید کلا فرق داشت قضیه. و خب اینا رشد هم میکردن، با این فروش رشد میکردن، ولی خیلی کم و آهسته بود این رشد. اینطوری نبود که مثل الان هر روزی شعبه تو الان دیگه هر جا رو نگاه میکنی استارباکس، جز ایران ولی هر جا که نگاه میکنی. بعد چی شد؟ اینا سال 1980 که اومدن کردن 4 تا فروشگاه تو همون سیاتل و فروششون هم خیلی قوی و خوب بود. و یه اسم اینجا مطرح میشه، آقای هاوارد شالتز اگه درست تلفظ کنم. با تلفظ کنم مشکل دارم. این هاوارد شالتز وضعیت مالیش خیلی بد بوده اونجا. این حالا قضیهش اینه که مجذوب استارباکس شده. یعنی از اون برنده حال می‌کرده دیگه. نه مجذوب اون موقع برند نبوده که اون موقع کلا یه حالا باشه ما میگیم الان برند دیگه، همون استارباکس. آره این آدم هم یه آدمی بوده که از صفر شروع کرده بوده مثل این که و حتی خونه خودشو من شنیده بودم میفروخته که پول شب و روزش در بیاد، پول کالج و اینا شو. آره. خیلی آدم زحمتکش مثل این که بوده ایشون. فکر کنم هنوزم در قید حیات باشه. بعد ایشون از اینجایی میشناسن استارباکس رو که یکی از تامین کننده های مواد اولیه‌شون بوده. دقیقاً نمیدونیم چه موادی تامین می‌کرده، چه شرکتی بوده. وایس پرزیدنت اونجا بوده، در واقع یکی از مدیران این تامین کننده بوده. این استارباکس رو از اونجا میشناسه و میاد مثلا خودش هم اونجا قهوه میگیره و میبره میخوره و کلا اونم حال میکنه و اونم پشماش میریزه.
بعد این تصمیم میگیره که بره توی تیم استارباکس، میره سراغ چیز آقای چی بود اسمش، آقای یادم رفت اسمش، آقای گوردون، میره پیش گوردونه و گوردون هم 2 رفیق داشته دیگه، 3 نفر بودن هیئت مدیرهشون و اینا. میره میگه من میخوام بیام با شما چیز قبول نمیکنم اول میگم بابا تو کی هستی؟ یارو میگفتن که با آقای هاوارد شالز میگفتن که من اسمش یادم نمیاد، به این آقای میگفتن که این ایده خوبی نیست، مامانش هم میگفت ول کن کافی شاپ چیه، کار داری اصلا چرا داری تو داری تامین کننده برند یعنی استارباکس که الان هستش تو بود، یعنی چیکار داری یارو دنبال دردسر هستی؟ یاره مامانش کافی شاپ و اینا چی بود میذارن معتادت میکنن اینا چیه. بعد این خلاصه کلی زحمت میکشه و اینا، زحمت میکشه که تلاش میکنه که بره بالاخره وارد این مجموعه بشه. تقریبا یه چند باری میره سراغ اونا قبول نمیکنن و حدود 1 سال طول میکشه که بالاخره میپذیرن که این هاوارده بیاد و توی تیم اینا باشه. حالا آقای هاوارده وارد استارباکس شده و ایشون تصمیم میگیره همانند آقای گوردون بره به ایتالیا، اونم میخواد بره ایتالیا، سفری میره روم حالا نمیدونیم روم میره کجا میره، ایتالیا میره دقیق نمیدونیم که کجاش. حالا من اینو شنیده بودم که میره روم، حالا نمیدونم میگم روم که ایتالیا بگیم. آره میره اونجا، نه تنها میره سفارش میده، نه تنها حالا یه قهوه خوبم خورده، میره میبینه که چقدر جالبه رفتار پرسنل چجوریه، یعنی مردم میرن اصلا تو کافه اصلا وقت میگذرونن، یه کاراشون رو انجام میدن، چه جالب، این فرهنگ اصلا توی آمریکا نیست. بعد این توی ذهنش جرقه میزنه که خب بریم اینو بیاریم توی آمریکا. دقیقاً. و این شعاری که ایشون برای خودش در واقع تداعی میکنه میگه که sell experience not just a drink، در واقع ما یه تجربه رو بفروشیم نه فقط نوشیدنی. و این پایه و اساس استارباکس همین، یعنی کل پایه و اساس استارباکسی که الان داریم میبینیم. آقای هاوردز که رفت اون صفحه‌ای که سهیل هم اشاره کرد و رفت اون حس و حاله رو گرفت، یعنی اسما رو اونجا مثلا تو ایتالیا اون موقع می‌نوشتم مثلا با هم آشنا بودن. آره دیگه. یارو میرفت اصلا این فلسفه نوشتن اسم روی کاپو اصلا اونجا میاد. کاپ آره دیگه کاپو. آره کاپ. بعد مثلا اونجا میرفتم مثلا تونی سلام اینطوری بوده، من رفیق بودن تونی و باریستا. همین الان کافه‌های محلی که با میشیم میریم اینجوری هم دیگه، معمولا هم دیگه رو میشناسیم. من خودم توی محله خودمون میریم کافه، هم دیگه میشناسیم، همین رفیقیم اینا. یعنی کلا این پایه و اساس این کافه این مدلی اصلا میرفتم یه چی می‌کنه. ببین از اونجا اومده، از یه سفر یه فردی اومده رسیده الان حتی تو ایران هم شاید شما چند تا کافه رفتین که اینطوری بوده فضاشون هم. بعد ایشون اینا رو میبینه، به قول سویل که گفت تصمیم میگیره اینا رو وارد امریکا بکنه. میاد با بچهای استارباکس صحبت میکنه، آقای گوردون و 2 تا رفیق دیگه‌شون اینا و هیئت مدیره، اینا همشون میگن نه بابا این مسخره بازی و جواب نمیده. ما اصلا اینجا قهوه داریم میفروشیم، ما نمیخوایم نوشیدنی بفروشیم. و خیلی میزنن به سرش که این کار اصلا به درد نمیخوره و حتی این افسرده میشه مثلا که ناراحت روحیاتش و اینا خراب میشه آقای هاوارد و کلا ناراحت این آدم. و خب به خاطر همین اتفاقات تصمیم کلا جدا بشه. یعنی حدود فکر کنم 2 سال اینا میمونه، 1985 میره یه کافه دیگه شروع، یه کافه واسه خودش میزنه. آره تصمیم میگیره یه کافه بزنه. بعد این تو این راه هم کلی دوباره سختی میکشه. در واقع یه جوری میشه که میره مثلا با 200 نفر 300 نفر صدها نفر میره صحبت میکنه که یه کسی رو پیدا کنه که بهش در واقع اون سرمایه لازمه. در واقع این ایده رو داشته و هم میگفتن که آقا تو آمریکا این همه پول نمیدن به قهوه. این کاستی که در آورده بوده، هزینه‌ای که در آورده بوده حدود $3 میشده. مثلا اینکه قهوه اون موقع نرم قیمت قهوه 50 سنت بوده فکر کنم. آره بعد میره واسه خودش یه دونه کافه میزنه، اسمش هم میذاره ال ژورناله به معنی چی نیوزپیپر، روزنامه. به معنی روزنامه میشه به زبان ایتالیایی. اینو باز میکنه که اون سبکی که دلش می‌خواسته ژورنال ایتالیان اینو باز میکنه و اون سبکی میخواسته رو بالاخره حالا به نوعی میاره، ولی در کل عشقش استارباکس بود.
خب اتفاقاتی جلوتر میفته تقریبا دیگه کم کم استارباکس که الان داریم داره رقم میخوره، در واقع داره اون شکل میگیره، شیپشو میگیره. آقای هاوارد 1985 جدا شد از استارباکس، رفت در واقع خودش یادم میشه اسمش، رفت روزنامه رو میزنه خب و یه اتفاق جالبی میفته. اصلا لوگوی اصلیه واسه همونه، شباهت هم داشته، شباهت زیاد. میذاریم عکسشو میذاریم اونم نگاه کنین، خیلی شبیه بودن، ولی حالا بعداً میگیم چی میشه. سال 1987 یعنی 2 سال بعد اینکه هاوارد جدا شده یه اتفاق جالبی میفته که گوردون و رفیقاش تصمیم میگیرن که این استارباکس رو کلا دیگه امتیازشو واگذار کنن. یعنی استارباکس اصلیه که ایشون جدا شده ازش خواستن که اون امتیازو بدن به میان بفروشن و 6 تا اون موقع فروشگاه داشتن. 6 تا در واقع سیاتل بود، فروشنده بودن دیگه، اینا سوپلایر بودن، به قول آمریکایی سوپلایر میگن، تامین کننده قهوه بودن اینا. حالت مثلا مثل این چیزا که چی میگن دیگه، تجهیزات و قهوه. تجهیزات و قهوه. حالا کارشون این بود، کلا سرو نداشتیم. اینا بالاخره 1987 تصمیم به فروش میگیرن. اولین آدم که میشناسن باشم نظیر رفیق بودن، بالاخره با اینکه جدا شده بودن، میان میگن آقا ما قصد این بفروشیم و قبلا همکار بودن یه جورایی، رفیق و همکاری هم شده بودن. میگن آقا ما میخوایم اینجا رو کلا امتیازشو بفروشیم و 3.8 میلیون دلار بودن اون موقع. ولی مشکل اینجا میاد دیگه، اینجا جلو میاد که هاوارد داره خوشحاله که داره کم کم به آرزوی خودش میرسه ولی پول نداره متاسفانه. حالا بود 2 تا برسی، ولی امیدش از دست برو. ولی یه پوان مثبتی که هاوارد داشته این بوده که قبلا که اون ارژوناله رو می‌خواسته بزنه با کلی در واقع این اینوستور یا سرمایه‌گذار درگیر بوده این دوستمون، یعنی باهاشون کانکت شده بوده و میشناختتش. دوباره میره سراغ اونا، چند تا دوباره آدم و اینا رو میشینه با اینا حرف میزنه. این وسط یه نفر میاد زرنگ بازی در میاره، یکی از این سرمایه‌گذارا میاد زرنگ بازی در بیاره، اینا رو میشنوه، میگه که آقا من خودم میرم بگیرم، میرم خودم استارباکس رو بخرم، پولم داشته دیگه یارو. بعد یه اتفاق جالبی نمیشناختتش، یعنی کیو؟ اون هاواردو چه دیگه با اینا کانکت بود، اون موقع که رفته گفته بیا سرمایه‌گذاری کنیم میشناخته، یه شناخت مثلا دورادوری داشته، ولی می‌خواسته زرنگ بازی در بیاره که سری بگیره دستش. آره ولی خب از لحاظ ولی خب کی نذاشت. حالا اتفاق جالب اینجاست که پیچش میخوره و میبینیم که چقدر قسمت و این چیزا، حالا چرا اعتقاد داریم به قسمت این ذره خراب کردیم. اگه اعتقاد دارین به قسمت و این چیزها چیزی به همون بنویسید ببینیم چقدر شما اعتقاد دارین که آقا بالاخره میشه، یعنی تو یه چیزی رو ورزی بهش دوست داشته باشی، آره میشه. این تلاش هم بود، تلاش که دیگه جرأشه دیگه. بعد یه پیچش قشنگ الان تو داستانمون رخ میده.